درود تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم سهشنبه 20 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه در دوشنبه نمیدونند که بعد آوردن عزت امان با او چه کار کنند. تاجیکستان در بین 20 کشور سرکوبگر آزادی مطبوعات جای گرفت. ویدیو از جای حادثه، سوختار در بازار خوروغ، مرگ دست کم 3 طفل در یک هفته، در یوان یک کودک 6 ساله غرق شده است. مناقشه خونین بین دو همدیه در خسته ورز. و اکنون تفصیلات خبرها. عزت امان، حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک، روز 20 اپریل به سن 48 رسید. اما امسال عزت امان بار اول زادروزش را پشت پنجره جشن میگیرد. ماه مرد دادگاه نوی تویر شهر مسکو شهروندی روسی عزت امان را که هنوز سال 1996 به دست آورده بود بیکار کرد و لکه روز 25 مارس او را به تاجیکستان اخراج کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز بعد اعلان کرد که عزت امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و به ضدش با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند. و اما با آنکه از آوردن عزت امان قریب یک ماه می‌گذرد، به گفته منابع آگاه، مقامات ضد دخل در این قضیه حالا نمی‌دانند که با او چه کار کنند. یک همصحبت بامداد در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان روز 20 اپریل گفت آوردن عزت امان یک نوع ادامه مسابقه بین گروه‌های رقیب در رهبری وزارت کارهای داخلی بود. شاروخ سعیدزاده یک سال پیش خوجه کمندی را از دبی آورد و حالا گروه شادی حفیظزاده عزت امان را آورد. هدف این مسابقه البته یک چیز است که آیا که بعد رمضان رحیمزاده که 10 سال باز وزیر داخلی است به کرسی وزیری میشیند، خود شاروخ یا یگان آدم او و یا شادی حفیظزاده داماد برادر وزیر کنونی به جای خسورش وزیر می شود و با همین این وزارت را حفظ می کند. ولی طوری به نظر می رسد آوردن عزت امان اون نتیجه را که انتظار داشتند داده نتوانست، چون که در رهبریت سیاسی جمهوری خرچ اینقدر نیرو و وقت و شاید حتی پول را برای آوردن عزت را همچون پول دادن و دردسر خریدن و یک کاری از لحاظ سیاسی نابوقت و نالازم معنی داد کردند. در هر صورت این کار به بالا زیاد خوش نآمد. اعتراضهای مهاجران از این عمل به آتش ناراضگی رهبریت سیاسی تاجیکستان از این عمل خودسرانه وزارت کارهای داخلی باز هم روغن بیشتر ریخت. این هم صحبت بامداد میگوید اگر اعتراضهای مهاجران در مسکو ادامه میافت، مقامات دوشنبه مجبور میشدند عزت امان را رها کنند و حتی به مسکو پس فرستند. منبع دیگر بامداد در مقامات انتظامی تلواسه زیاد مقامات وزارت کارهای داخلی برای توجیه ضرورت آوردن عزت امان با جلب تمام نیروی فرم جواب و نشر جبردیدگان نو به نو از بنام قلابی های این حامی حقوق مهاجران را یک نوع تلاش با حفظ آبرو برآمدن از این وضعیت می شمارد. از تمام اعضای فرم جواب خواسته شده است که به ضد عزت امان ویدیو ثبت و نشر کنند بدون هیچ نقشه و برنامه‌ریزی. در نتیجه بسیار این ویدیوها خیلی خوب و خنده آورند، چون که اکثر مؤلفان نه عزت امان را میشناسند نه حتی از تقدیر او خبر دارند و هرچی به آنها فرمودن مثل توته تکرار میکنند. جستجوی سراسیمه‌وار جبردیده ها نیز نشان میدهد که دلیل های کافی در پرونده عزت امان ندارند و این پرونده را با اصول گاوزور همون طوری که با بزرگمیر یارف کرده بودند با جبردیده های سوخته و بافته پر کرده ایستادند. حالا هر یک موکل سابق عزت امان را که بررسی پروندهشان به منفعت آنها انجام نیافته بود جبردیده نویسنده ایستادند. ولی با چنین اصول میتوان تمام 2000 ادوکات موجود در تاجیکستان را برای باختن هر یک پرونده به زندان انداخت، میگوید این منبع. عزت امان 20 اپریل سال 1973 در دهه ظفر جماعت چاریکاران ناحیه رودکی به دنیا آمده. سال 1990 مکتب میانه را در زادگاهش ختم کرده است. عزت امان سال 1993 به رشته اقتصاد دانشگاه ملی داخل شده. سال 1997 آن را ختم کرد. او سال 2006 به اکادمی دیپلماتی وزارت کارهای خارجی شهر مسکو داخل شده. سال 2009 این مکتب عالی دیپلماتی معتبر را ختم کرده است. عزت امان سالهای 2010
به اسپرانتور اکادمی خدمت دولتی دستگاه پرزیدنت روسیه داخل گردیده سال 2013 آن را ختم کرد. عزت امان که از ابتدای سالهای 2000 در مسکو به سر میبرد، در پایتخت روسیه باعث ادوکات در بیوروی بین المللی ادوکاتی کار میکرد و سال 2020 مرکز تاجیکان مسکو را تأسیس داد. تاجیکستان در رده‌بندی امساله سازمان خبرنگاران بدون مرز از نگاه سطح آزادی مطبوعات نظر به سال گذشته یک زینه پایان رفته، در بین 180 کشور در زینه 162 در بین 20 کشور وضع آزادی مطبوعاتشان از همه بد دنیا جای گرفت. تاجیکستان در رده‌بندی امساله نیز از نگاه آزادی مطبوعات در آسیای مرکزی تنها از ترکمنستان بالاتر می ایستد، ولی از 3 کشور دیگر منطقه عقب می ماند. در بخش تاجیکستانی گزارش گفته می شود که پرزیدنت امامعلی رحمان با کسب عنوان پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی تمایلش به سوی خودکامگی را افزوده، آشتی ملی آسیب پذیری را که بعد جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 به دست آمده بود زیر خطر می‌گذارد. خبرنگاران بدون مرز میگویند فشار حکومت یکجای با بحران اقتصادی باعث بسته شدن بسیاری از رسانه‌های مستقل از جمله هفته‌نامه آزادگان و سامانه اخبار گردیده، همچنین باعث ترک کشور کردن ده‌ها ژورنالیست شده است. تعقیب مقامات امنیتی، ترساندن و تهدید یک امر معمولی هر روزه برای ژورنالیستان شده. برخی آنها بنا به خبرها همچون تروریست بر روی خط سیاه شامل کرده شدند. خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست سابق برای 8 ماه و ژورنالیست دلیر شریفوف برای 1 سال با اتهامات جنایتی به پشت پنجره انداخته شدند. ژورنالیستان خارجی اجازت فعالیت گرفتن نمیتوانند و یا تحت تهدید پیوسته محروم شدن از اجازتنامه قرار دارند. مقامات دست نظارت خود را با استفاده از فناوری‌های نوین دراز کرده برای بی‌آبرو کردن منتقدان فابریکه ترول‌ها تأسیس دادند. مسدود کردن دسترسی به سامانه‌های خبری معروف به شبکه‌های اجتماعی به یک امر دائمی تبدیل یافته است. گفته می‌شود در بخش تاجیکستانی گزارش سازمان خبرنگارانی بدون مرز از بین کشورهای آسیای مرکزی مقام از همه بلند را قرقیزستان به دست آورده است که در مقام 79 جای گرفته است. خبرنگاران بدون مرز در منطقه آسیای مرکزی تنها مطبوعات قرقیزستان را نه چندان بد ارزیابی کرده، ولی مطبوعات ازبکستان و قزاقستان را بد و مطبوعات دو کشور باقی مانده منطقه یعنی تاجیکستان و ترکمنستان را با رنگ سیاه بهای خیلی بد دادند. به دست سامانه بامداد نوار ویدیویی رسید که در آن لحظه سوختار صبح یکشنبه 18 اپریل در بازار مرکزی شهر خوروغ ثبت شده است. در ویدیو دیده می شود که از داخل بازار علنگه آتش و دود غفظ و غلیظ به آسمان بلند می شود. کارمندان میلیسا مانعی به سوی محله سوختار رفتن راهگذران می شوند و ماشین‌های سوختار نشانی با صدای بلند سیرن به جای حادثه می آیند. در ویدیو همچنین دیده می شود که چند جوان با تلفن‌های موبیلی خود سوختار را در بازار ثبت کرده ایستادند و ماشین‌های سوختار نشانی به سبب پس بودن سیم‌های برق خود را با مشکلی به محله سوختار می‌رسانند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که بازار مرکزی شهر خوروغ صبح 18 اپریل تخمیناً ساعت 7:30 دچار سوختار شد. سوختار را تنها بعد 1 ساعت 8:25 واحدهای کمیته حالت‌های فوق‌العاده، خدمات سوختار نشانی و نجات دهندگان اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست مشترکاً خاموش کردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از غرق شدن باز یک طفل خبر داد. بنا به گزارش سامانه این نهاد روز 18 اپریل یک مادر جوان از دهه سبززار جماعت چارگل ناحیه یاوان همراه دخترچه 6 سالش برای آب می رود، ولی هنگام آبگیری مادر کودک به کانال سرازیر می شود. مادر به خاطر نجات جگرمندش خود را به آب زده است ولی نتوانست است او را نجات دهد. خود این زن را یک خواننده صنف 11 مکتب رقم 52 از آب بیرون کشیده نجات داده است، ولی جسد کودک جوانمرگ او را تنها بعد 1 روز جستجو ساعت 8 صبح 19 اپریل 500 متر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کردند و به خویشاوندانش سپردند. از اول سال جاری
در کول و دریا و کانال‌های تاجیکستان الکی دست کم 17 نفر از جمله 5 کودک غرق شدند. این هم در حالی که موسم آبازی هنوز آغاز نیافته است. سال گذشته در آبهای جمهوری 107 نفر از جمله 33 نوبالغ از 4 تا 17 ساله جان خود را از دست دادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هفته گذشته خبر داده بود که 2 دختر خردسال 5 و 4 ساله از یک خانواده ساکن دهه شباده جماعت اسنبای نوی رودکی در دریای کوفرنیان غرق شدند. این 2 کودک نیمه دوم روز 14 اپریل تخمینا ساعت 15 غیب زدند و خویشاوندان و ساکنان دهه جسد یکی از آنها تنها یک روز بعد تخمینا 20 کیلومتر پایین‌تر از منزل زیستشان در ساحل دریای کوفرنیان پیدا کردند. جسد دوم را 16 اپریل تقریبا 5 کیلومتر دورتر از دهه شباده از ساحل دریا یافتند. یک جوان 18 ساله ساکن جماعت خسته‌ورز ناحیه غفوروف با اتهام سوءقصد به آدمکشی بازداشت شده است. وزارت کارهای داخله گفت شام 18 اپریل تخمینا ساعت 23 یک مرد 32 ساله ساکن خسته‌ورز در داخل ماشینش تمغه اوپل زفیره با این جوان جنجال کرده با کارد خوجگی به قسم ران چپش یک ضربه زده است. سپس جوان 18 ساله به مرد در افتاده کارد را از دست او کشیده گرفته است و 12 مرتبه به اعضای بدنش زده است. تفتیشات باید اکنون معلوم کند که این جوان تا کدام اندازه از حد حمایت از خود عبور کرده است. ساکن 34 ساله دوشنبه شب 7 فوریه در نزد آشخانه غذاهای تیزپزک نبی در کوچه نهیموف مرد 37 ساله از جماعت زیرکی شهر کولاب را لطکوب کرده با اشیاء خلنده و برنده بر رویش زده او را زخم دار کرده است. گمان برشونده بعد 2 ماه آن حادثه به دست افتاده است. ساکن 31 ساله پایتخت ساعت 2 شب 14 اپریل به یک زن 25 ساله در نزد خانه‌اش در نوحه شامنصور حمله کرده با زورآوری تلفن طبقه سامسونگ G2 و مقدار پولش را غارت کرده از جای حادثه غیب زده است. غارتگر را دستگیر کردند. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.